سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یکسر خطاست. دوستان سلام، از خدا بهترینا رو برای شما آرزو دارم. جا داره اول کار اینو عرض کنم خدمتتون، همونطوری که میدونید هر کسی برای شروع هر کاری یک هدفی داره. ابتدای ویدیو اینو عرض کنم خدمتتون، شما دوست عزیزی که با ما همراه شدی میتونیم مطالب بسیار عالی در حوزه‌های خودشناسی، خودسازی و رشد و توسعه شخصی توی این کانال به دست بیاری. بنده بعد از چند سال تحقیق، مطالعه و گذراندن دوره‌های متفاوت و همکنون هم این افتخار رو دارم که دانشپذیر یکی از بهترین علوم در حوزه خودشناسی به نام علم NLP هستم. اگه بخوام خیلی مختصر و مفید یه توضیح کوچیکی در مورد NLP بدم، اگه چند سال پیش رو یادتون باشه، سیستم های کامپیوتری وارد کسب و کار زندگی ما شدن و سرعت و دقت بی‌نظیری به کسب و کار زندگیمون بخشیدن. علم NLP رو امیدوارم به زودی جایگاه اصلی خودش رو توی جامعهمون پیدا کنه تا بتونیم به واسطه اون یک جامعه پویا و خلاق و در خور تک تک ایران و ایرانی ها بسازیم. در اینجا یاد میگیری که چرا باید رشد کنی، اگر رشد نکنی چه اتفاقی میفته، اصلا معنی رشد یعنی چی. ما را حمایت کنید و به عزیزانی هم که به این ویدیوها نیاز دارن حتما با اونا هم به اشتراک بگذارید. با امید دیدار.